أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم ولا تحمل إلا در آیات گذشته و آیات آغازین این سوره مبارکه ما 14 تا از احکام خواندیم، احکامی که احکام سلطان، احکام رعیت بودند و باید رعیت اونها را رعایت بکند در زندگی خودش. بعد از اون که اون احکام عرض کردم که تعدادی از احکام هستند، احکام مخصوص سلاطین، احکام سلطانیه میگویند، احکامی که باید حاکم رعایت کند، حکومت اسلامی رعایت کند. اما در میان این دو ضوابط و احکام، این دو نوع احکام، بعضی از مسائل بالخصوص اول مسئله توحید بود و زجر و توبیخ و تخویف بر منکران توحید که از آن منکران یک گروه اهل کتاب بودند، یهودی ها بودند. این آیاتی که تلاوت کردید در این آیات زجر بود بر اهل کتاب. الله تعالی می فرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. آیا ندیدی، یعنی خبر داری آنهایی که کتاب داده شدند، بخشی از کتاب داده شدند، آنان ایمان دارند به جبت و طاغوت. جبت و طاغوت درباره اینها در مقدمه مطلبی عرض شد، 9 تا معنا برای اینها بیان شد. یکی از اون معانی اینها نام بت‌ها هستند، یا اینکه جبت و طاغوت کل ما عبد من دون الله هستند، هرچی که غیر از خدا پرستش بشند و عبادت بشند هستند. اینها ایمان به جبت و طاغوت آوردند و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبیلا.
عناد این اهل کتاب را ببین، چقدر با اهل توحید با مسلمانان عناد دارند که به جای اینکه کتاب آسمانی را تایید کنند، قرآن را، دین آسمانی را تایید کنند، اسلام را، ایمان به جبت و طاغوت آوردند، ایمان به بت آوردند، ایمان به غیر الله آوردند و اونها را، اهل شرک را، اهل بت را ترجیح میدند و برتری میدهند بر اهل ایمان. میگویند و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. به کفار میگویند که اینها بر هدایت بیشتر هستند از مؤمنین، از نظر راه، از نظر سبیل، از نظر طریق. همانطوری که از اشاره آیات میفهمید و متوجه میشوید، این آیات درباره بعضی از اهل کتاب هست. هم علمایشان مثل کعب بن اشرف و هم بعضی از سردارانشان مثل حیی بن اخطب که اینها عداوت فوق‌العاده و عداوت بسیار زیادی با پیامبر محبوب خدا داشتند، با دین اسلام داشتند. بعد از اینکه حیی بن اخطب از مدینه منوره تبعید شد و رسول الله او را بیرون کرد که در جریان بنو نذیر خواندیم، به خیبر آمد. از خیبر توطئه هایی بر علیه رسول الله، بر علیه اسلام شروع کرد. رفت به طرف مکه مکرمه دیداری داشته باشد با سران قریش، با سران مکه، با ابو سفیان، اینها اونجا ملاقات کرد. بعد از اینکه ملاقات کرد، اونها اعتماد نکردند. اونها به یهودی ها گفتند، تعداد یهودی ها 30 نفر گفته شده، یک هیئت 30 نفره بود. اونها گفتند که شما آیا ما را قبول دارید یا اونها را؟ اول شما بگید که مسیر ما مسیر به حقی هست یا مسیر مسلمانان. پرسیدند که دین شما چیه، دین اونها چیه؟ اونا گفتند اینها از وقتی که آمدند ادعای یکتاپرستی میکنند، تمام صالحان را، تمام اولیاء را توهین میکنند، قبول ندارند. منظور از صالحین همون بتها بودند و صالحینی که بتها نماد اونها بودند. اونها گفتند که اینها قطع رحمی میکنند، بین پدر و پسر جدایی میکنند، بین برادر و برادر تفریق میکنند، ولی ما نه، ما صله رحمی میکنیم، ما حق خویشاوند را رعایت میکنیم، ما احترام همه را داریم. وقتی که اینطور گفتند، پس اونا گفتند شما بر حق هستید، اینا بر باطل، علیاذ بالله. پس اولین کاری که کردند اینه که کفر را، شرک را، بت پرستی را بر ایمان، بر اسلام، بر یکتاپرستی ترجیح دادند، در حالی که واقعیت را خودشون میدانستند که حق کیه و حق چیه. بنابراین الله عزوجل در این آیات توبیخ بیان می فرماید، زجر بیان می فرماید. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا خبر داری، دیدی کسانی را که بخشی از کتاب داده شدند، یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان به جبت و طاغوت، به بت جبت و طاغوت یا به ما عبد من دون الله، به آنها ایمان دارند، آنها را باور دارند. و چی میگویند؟ و یقولون، بنویس انادن،
انادن میگویند ها و یقولون للذین کفروا و میگویند به کفار هؤلاء این کفار این مشرکین اهدا من الذین آمنوا سبیلا از نظر سبیل از نظر راه از نظر روش از مسلمانان بیشتر بر هدایت هستند. ببینید لا شک انهم عالمین بان ذلك باطلا، شکی نیست که اونها میدانستند که مشرکین بر باطل هستند، مشرکین بر حق نیستند، ولی با وجود این اونها چیکار میکردند؟ میدونستند و باز هم اقدام به این قول میکردند لا شک انهم كانوا عالمین بان ذلك باطل كان اقدامهم على هذا القول لمحض العناد والتعصب. پس عنادشان بر این سخن به خاطر تعصب بود، عناد بود. پس این جمله را از روی عناد گفتند، عنادن گفتند. نتیجه این عناد، نتیجه این تعصب کورکورانه، الله می فرماید اولئک الذین لعنهم الله، اینها گروهی هستند، اینها افرادی هستند که خدا آنها را لعنت کرده. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، هر کسی را که الله لعنت کند، الله از رحمتش دور کند، هرگز نمیابی برایش راهی، برای اونها دیگر راهی شما نمیابید. ام لهم نصیب من الملک، ببین اونجا زجر بود بر عقیده فاسدشان، این زجر است بر عمل فاسدشان. اونها هم از نظر دیدگاه و اعتقاد مشکل داشتند، هم از نظر عمل مشکل دارند. از نظر عقیده که شرک را، کفر را، باطل را ترجیح دادند، از نظر عمل بخل دارند. انسان وقتی که خدای عزوجل حفاظت بکند از فساد، از بدبختی، از بدعملی، وقتی که خراب بشه هم عقیدهش خراب میشه هم عملش. پس اونجا خدای عزوجل فساد و خرابی عقیده را بیان کرد، اینجا فساد عمل. ام لهم نصیب من الملک، آیا برای اونها نصیبی از پادشاهی؟ یعنی اونها در خزائن پروردگار دخل و تصرفی دارند. در آیه دیگه داریم ام عندهم خزائن ربک العزیز الوهاب، آیا خزانه های پروردگار به دست این هاست؟ اگر بود فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، در این هنگام به مردم به اندازه نقیر نمیدادند. نقیر چیه؟ سوراخی که پشت خسته خرماست چقدر کوچکه، به اندازه پوری اون نقیر بگیر هم به مردم چیزی نمیداده. اینقدر بخیل، اینقدر حریص. ام یحسدون الناس، بازم زجر است و در اینجا سبب مخالفت است. سبب مخالفت چیه؟ حسد است. آیا آنها حسد میکنند با مردم علی ما آتاهم الله من فضله، بر آنچه که خدا به آنان داده از فضلش؟ منظور از مردم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. الله می فرماید اینها با پیامبر من به خاطر اینکه خدا بهش فضل داده. ببینید خدای تعالی به رسول الله چی داده بود؟ نبوت، حکومت. هم پیامبری داشت، هم در مدینه طیبه پایریزی کرد برای حکومت دینی و حکومت اسلامی و احکام خدا را اجرا کرد. اونها از این بر فشار می آمد، زورشون می آمد، به اصطلاح می گفتند که این جایگاه مال اینها نیست،
این جایگاه مال ماست. ما یهود هستیم که باید نبوت هم مال ما باشد، پادشاهی هم مال ما باشد. خداوند تعالی در جواب چی میفرماید؟ خدا میفرماید ما به آل ابراهیم هم کتاب دادیم هم ملک عظیم دادیم. آل ابراهیم کیه؟ اولاد ابراهیم از بنی اسرائیلی که به آنها هم نبوت و هم پادشاهی داده شد. کی بودند؟ حضرت داود و حضرت سلیمان. پس پایین آل ابراهیم بنویسید داود و سلیمان. لذا خداوند میفرماید ما به آل ابراهیم هم ملک دادیم هم نبوت دادیم که داود و سلیمان باشد. حال اشاره میفرماید که این پیامبر هم آل ابراهیم است، این پیامبر هم از نسل ابراهیم است. به اون نسلش که از اسحاق بود به اونها نبوت و ملوکیت داده شد، نبوت و پادشاهی داده شد. چه اشکالی دارد که به این نسل که از اسماعیل هست هم داده بشه؟ پس مطلب این آیه این هست. الله می فرماید فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه، همانا ما دادیم به آل ابراهیم کتاب و حکمت، یعنی کتاب و نبوت. و آتیناهم ملکا عظیما، و ما به آنها ملک عظیم دادیم. فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه، بعضی از اینها مشرکین هستند، اهل کتاب هستند که ایمان دارند به او، و بعضی صد عنه و از اون باز می آیند. یعنی چی صد عنه؟ یعنی ایمان نمی آورند. برای اینهایی که ایمان نمی آورند تخویف اخروی. و کفا بجهنم سعیرا، جهنم کافی است از این که سعیر هست، آتشی هست که شعله می زند. ان الذين كفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا. در این آیه الله تعالی نتیجه حاسد و کافر را بیان می فرماید. اهل کتاب حسد کردند و در نتیجه حسد کفر کردند. بدون شک کسانی که کفر کردند به آیات ما سوف نصلیهم نارا، ان قریب ما آنها را داخل می کنیم در آتش. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. این کیفیت صلاح است، کیفیت دخول است. نسلیهم، الله می فرماید اونجا ننشستند تماشا نمی کنند، اونجا به عذاب گرفتار هستند. هرگاه که نضجت جلودهم، پوستشان پخته بشه، پوستشان بسوزه، بدلناهم جلودا غیرها، ما تبدیل میکنیم، عوض میکنیم برای اونها پوست غیر از اون پوست اولی. لیذوقوا العذاب، تا که عذاب بچشن. منظور اینه بار بار تجدید میشه تا عذاب سخت بشه. ان الله کان عزیزا حکیما. بدون شک الله عزیز هست، غالب است، قدرت هر کاری دارد، اما حکیم است. کارهای الله عزوجل با حکمت است. والذین آمنوا، خب این از سنت الله در کلام الله هست، در کتابهای آسمانی هست که در هر جایی که تخویفی هست، وعیدی هست، ترهیبی هست، در اونجا ترغیب هم ذکر میشه که انسان مایوس نشه، امیدوار هم بشه، به طرف توبه بیاد. لذا بعد از ترهیب، بعد از تخویف، الان تبشیر. الله می فرماید والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، نتیجه ان قریب ما آنها را داخل می کنیم در باغاتی، جناتی که جاری است از زیر درختانش نهرها، خالدین فیها ابدا،
همیشه در آن جنات هستند به صورت ابد. لهم فیها ازواج مطهره، برای آنها در آن جنات همسرانی هستند پاکیزه در سیرت و صورت. و ندخلهم ظلا ظلیلا، آنها را داخل میگردانیم در سایه های طولانی، در سایه های طولانی. منظور از سایه های طولانی اینه که اینجا سایه های دنیا کوتاه هستند، از این جهت که الان هست نیم ساعت دیگه نیست، از بین میره، اما سایه اونجا نه، همیشه هست، طولانی به این معنی هست. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. از اینجا بخش دوم سوره هست، خدمت شما در ابتدای سوره عرض کردم تا ندخلهم ظلا ظلیلا بخش اول است. از ان الله یأمرکم بخش دوم هست. در بخش اول 14 تا از احکام رعیت خواندید، در این بخش 14 تا از احکام سلطانیه میخوانید، احکامی که جز وظایف حکامند، جز وظایف سلاطینند، اینها را باید رعایت کنند. اولین اینه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خداوند به شما دستور میده که امانتها را به اهلشان بسپارید، امانتها را به اهل بسپارید. ببینید گرچه شأن نزول این آیه محدود هست و در رابطه با یک جریانی هست، اما مفهوم آیه، مراد آیه محدود نیست، امروز را هم شامل میشه. امروز هم برای حکام همین دستور است که امانتها را به اهلشون بسپارند، وظایف را، مسئولیتها را به کسانی بدهند که اهلیت دارند، نه اینکه به خویشاوندان خودشان، به اطرافیان خودشان، بلکه به صاحبان اهل. درباره شأن نزول این آیه در تفاسیر نوشته که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه را فتح کردند و خواستند در بیت الله، در کعبت الله نماز بخوانند، عثمان ابن طلحه که از کلیدداران قدیم بود، کلید را نداد، هنوز ایمان نیاورده بود، اما اصل جریان به اینجا بر نمیگردد، به زمانی بر میگردد که رسول الله هجرت نکرده بود و در مکه بود. آن حضرت آمد و میخواست که در داخل خانه کعبه نماز بخواند. این عثمان ابن طلحه یکی از دشمنان بود، مخالفان بود، نگذاشت. آن حضرت صلی الله علیه وسلم رفت نماز خواند و بعد بین او و بین رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات تندی رد و بدل شد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم همین قد بهش گفت که یک روزی فرا میرسد، میاد که این کلید به دست من باشه و تو از من خواهش بکنی. عثمان میگه این حرف را که گفت چنان با قدرت گفت، چنان محکم گفت که به دل من نشست که این از یک موضع قدرتی داره صحبت میکنه، این آخر به جای میرسد. به هر حال رسول الله رفت هجرت کرد، هجرت تمام شد، مکه فتح شد. وقتی که رسول الله فاتحانه آمد، وارد مسجد الحرام شد، میخواست بره داخل نماز بخونه. گفتند که عثمان کجا هست؟ عثمان جواب نداد، عثمان ابن طلحه، و آخر فرار کرد، پشت سقف بیت الله رفت. علی کرم الله وجهه رفت و بالاجبار به زور کلید را ازش گرفت. خانه کعبه باز شد برای رسول الله، رفت داخل نماز خوند، دستور داد بتها را بیرون کنند. بعد از اینکه رسول مکرم صلی الله علیه وسلم خارج شد، این آیات نازل شدند که امانت را به اهلش بسپار.
یعنی صاحب کلید و اهل این کلید همین عثمان ابن طلحه است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم او را خواست و یادآوری کرد جریان اون روز را که نگذاشت پیغمبر نماز بخواند. گفت بیادت هست؟ به هر حال عثمان خواهش کرد که با من برخورد خوب داشته باش. آن حضرت کلید را داد، گفت بگیر کلید برای همیشه در دست شما باشد. عثمان بعدا این کلید را به برادرش شیبه داد و تا امروز کسانی که کلیدداران خانه کعبه هستند اینها شیبی هستند، از نسل همون شیبه هستند. پس آن حضرت صلی الله علیه وسلم دستور یافت که امانت را به اهلش بسپارد. آیه را توجه داشته باشید. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این اولین حکم از احکام سلطانیه هست، از احکامی هست که متوجه حاکم است. الله امر می کند که امانتها را به اهلشان بسپارید. قال علی بن ابی طالب و زید بن اسلم. علی بن ابی طالب، زید بن اسلم، شهر بن حوشب ابن زید همه میگویند هذا خطاب لولاة المسلمین خاصه. این خطاب مال والیان مسلمان هست، خطاب ویژه هست، مال ولات هست. لذا والیان را الله می فرماید که شما باید که امانتها را به اهلشان بسپارید. عرض کردم که منظور از سپردن امانتها هر امانتی باشد، چه این امانت مالی باشد، چه این امانت زمینی باشد، یا این امانت پستی باشد، جایگاهی باشد، موقعیتی باشد. هدف اینه که مسئولیت ها و واگذاری مسئولیت ها به توسط دولت ها و توسط حاکم ها به اهل سپرده بشن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود یکی از علائم آخر الزمان این هست که امور به غیر اهل به نااهل سپرده می شوند. لذا متاسفانه امروز امور به نااهلان سپرده می شود. سپردن امور بر اساس پارتی و پارتی بازی هست، بر اساس قومگرایی هست، بر اساس مذهب گرایی هست، بر اساس شایستگی و شایسته سالاری نیست. اهلیت همون شایسته سالاری هست، کسی که شایستگی دارد، کسی که ارزشش را دارد. پس این اولین حکم از احکام چی هست؟ احکام سلطانیه هست. اینکه ما هم گاهی تعیینی به دست ما میشه، مسئولیتی را ما میتونیم تعیین بکنیم با رأی خودمان، به وسیله انتخابات، بر اساس گفته بعضی از فقهای معاصر. ما هم وظیفه داریم که به اهل بسپاریم، ما هم بر اساس شایستگی و شایسته سالاری رأی بدیم، بر اساس قوم و فامیل و این مسائل رأی ندهیم. اونم یک نوع سپردن امانت به اهلش است. ذا الله می فرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اینم جزء من احکام سلطانیه هست. شما گرچه همون اولین حکم است، شما هرگاه می خواهید که بین مردم حکمیت و داوری بکنید، به عدل بکنید. ان الله نعم ما یعظکم به. خداوند بسیار زیبا موعظه می کند شما را به آن. ان الله کان سمیعا بصیرا. بدون شک الله تعالی سمیع هست، اقوال شما را می شنود و بصیر هست، به احوال شما آگاه هست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله می فرماید ای مؤمنان اطاعت کنید الله را، اطاعت کنید رسول الله را، و اولی الامر منکم، اولی الامر را از خودتان. اولی الامر بعضی ها تفسیرش را گفتند حاکمان عادل، بعضی گفتند که منظور از اولی الامر علماء و فقها هستند، علماء و فقهای بلاد. ببینید اینها با هم تعارضی ندارن. اصل اولی الامر اونهایی که امور به دست اونها هست، حاکم عادل است، حاکم مسلمان است، حاکم با تقوا است. اما زمانی که حاکمان نبودند، حاکمان اهل تقوا نبودند، اهل دین نبودند، اون وقت علما و مجموعه علما جایگزین میشه. اون وقت ملت باید حرف شنوی از علما داشته باشد. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ والرسول. اگر شما اختلاف داشتید، تنازع داشتید در چیزی، برگردانید آن را به الله و الرسول، یعنی به کتاب الله و سنت رسول. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، این مقتضی است اگر شما ایمان به خدا و روز آخرت دارید. ذلك خیر و احسن تأویلا، این بهتر است برای شما در دنیا و از نظر تأویل و توجیه در آخرت هم بهتر است. پس شما امورتان را به خدا بسپارید، به خدا برگردانید و رسول صلی الله علیه وسلم. منظور به خدا برگرداندن چی است؟ اینه که اگر شما با هم اختلافی داشتید، حل اختلاف خودتان را بر اساس فیصله‌ای که در کتاب خدا و در سنت رسول الله است که ما به اصطلاح بهش میگیم شریعت، بر اساس فیصله شرعی شما حل کنید. الم تر الی الذین یزعمون، الان زجر هست بر انسانها و افرادی که فیصله های خودشون را بر اساس دستور خدا و بر اساس سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اونها فیصله نمی کنند. این آیات هم اشاره به جریانی دارد. یه منافقی به نام بشر منافق اختلافی داشت با یه صحابی، با یک یهودی. منافق به ظاهر مسلمان دیگه، با یک یهودی اختلاف داشت. وقتی که میخواستن با هم حل و فصل بکنند، یهودی گفت که من پیامبر شما را و نبی شما را قبول دارم، هرچی که محمد فیصله کرد من برای من قابل قبوله. اما بشر منافق میدونست که بر باطل است، اصرار داشت که بریم پیش عالم بزرگ یهودی کعب ابن اشرف. اما یهودی گفت نه، پیش محمد میریم. تا بالاخره پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند. وقتی که پیش حضرت رسول آمدند، پیغمبر خدا بینشان فیصله کرد. حق با یهودی بود، حق را به یهودی داد. اما بشر منافق وقتی که خارج شد ناراحت شد، گفت نه من قبول ندارم، بریم پیش عمر. اون به این گمان که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه انسان تندی هست و بالخصوص بر علیه کفار تعصب دارد، قطعا به نفع من فیصله می کند. یهودی مجبور شد، اصرار او را دید، قبول کرد، رفتن پیش عمر رضی الله تعالی. زمانی که پیش عمر رضی الله تعالی عنه رفتند، حضرت عمر هنوز حرفی نزده بود که یهودی زرنگی کرد و جلوتر گفت یادت باشه که ما پیش پیغمبر شما رفتیم، فیصله کرده ولی این آقا قبول نداره. این جمله عمر رضی الله تعالی عنه را ناراحت کرد، عصبانی کرد. رفت داخل خانه، شمشیر برداشت، آمد گردن یهودی را زد و گفت که فیصله عمر و داوری عمر برای کسی که گردن منافق را زد، بشر را زد،
گفت که فیصله عمر برای کسی که فیصله پیغمبر را قبول نکند اینه. بعد از اون منافقین شروع کردن، سر و صدا کردن، گفتن این قصدی نداشت، ولی خدای عزوجل رسوایش کرد و اونها تقاضای خونبها کردند، تقاضای دیه کردند و فامیل خودشون را بشر را بیگناه گفتند. الله تعالی این آیات را نازل کرد. لذا زجر بر منافقین هستند که فیصله خدا و رسول را قبول ندارند. الله می فرماید الم تر الی الذین یزعمون انهم، آیا خبرداری از آنهایی که گمان می کنند انهم آمنوا بما انزل الیک، آنها ایمان دارند به اون چه که نازل شده به سوی شما و ما انزل من قبلک، و همچنین ایمان دارند به کتابهای گذشته. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، با وجودی که به زعم خودش ایمان به کتاب شما و کتاب تورات دارد، باز هم میخواهد که حکمیت را ببرد پیش طاغوت، یعنی کعب ابن اشرف، در حالی که وقد امروا ان یکفروا به او دستور داده شده که کفر بکند. کفر بکند به چی؟ به طاغوت. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، الله می فرماید شیطان می خواهد که شما را، که آنها را گمراه کند، گمراهی دور از حق، گمراهی که از حق فاصله داشته باشد. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، هرگاه به او گفته میشه که بیایید فیصله کنیم به اون چه که الله نازل کرده و به سوی رسول نازل کرده، یعنی قرآن، فیصله بکنیم. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، منافقین را میبینی که اعراض میکنن، یعنی منافق برای فیصله پیغمبر راضی نیست. ببینید امروز هم هستن منافق صفتانی که برای فیصله شرع راضی نیستند. خیلی از افراد هستند که میگویند که میپرسن اگر شرع به نفعشون فیصله بکنه میاند، اگر به نفعشون فیصله نکنه جلوتر خودشون را آگاه میکنن، بعد اصلا به شرع نمیاند، به قانون میرند، به از کنم که ریش سفیدی و معتمدی و کت خدا منشی مراجعه میکنن، شاید چیزی گیرشون بیاد. پس این از عادات منافقین است که انسان زمانی قبول کند شریعت را که به نفعش باشد، هر وقتی که به نفعش نباشد قبول نکند. الله می فرماید فکیف اذا اصابتهم مصیبه، چگونه خواهد بود وقتی که به اونها مصیبت میرسد. منظور از مصیبت قتلی که عمر فاروق انجام داد، بما قدمت ایدیهم، اینم مصیبت به سبب عملکرد خودش، اون چی که خودش انجام داده. ثم جاءوک یحلفون، سپس پیشت می آیند سوگند می خورم به خدا که این اردنا الا احسانا و توفیقا، ما اراده نداشتیم ما که اونجا پیش عمر رفتیم مگر احسان، میخواستیم که در حق این احسانی بکنیم، در حق یهودی یا در حق خودمون، و توفیقا موافقت، تطبیق بین هر دو فیصله. الله تعالی جواب میده اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، این تعویل را، این توجیه را خدا رد میکنه. الله میفرماید اینها کسانی هستند که خدا میدانند چه در دلشان هست. لذا فاعرض عنهم واعظهم، ای پیامبر من شما اعراض کن، اونها را موعظه بکن. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، به آنان بگو در دلت، یعنی متفردن در تنهایی به اونها قول بلیغ بگو، یعنی
حق بلاغ را، حق مطلب را به اونها برسان. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ببینید منافقین دو تا اشتباه بزرگ داشتند. یکی مخالفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یکی عدم تدارک. عدم تدارک به این معنی که اگر اشتباهی می کردند اشتباه خودشون را جبران نمی کردند، تدارک نمی کردند. خدای عزوجل اینجا این دو نکته را بیان می فرماید. چرا اینها اولا با پیامبر من مخالفت دارند؟ ثانیا وقتی که به اشتباه خودشون پی بردن چرا جبران نکردند؟ چرا تدارک نکردند؟ هر دو را الله ذکر می فرماید. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر برای این فرستادیم که اطاعت بشه به اذن الله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم. این رد همون اشتباهشان. اگر آنان زمانی که ظلم کردن بر خودشان جاءو که می آمدن پیش تو ای محمد فاستغفر الله، از الله مغفرت می طلبیدن، و استغفر لهم الرسول، و رسول برای آنان مغفرت می طلبید، لوجد الله توابا رحیما، خداوند را توبه پذیر و مهربان می یافتند. ببینید کی پیش پیامبر بیایند؟ پیامبر برایشون دعا بکند، مغفرت بطلبد، زمان حیات رسول الله. این بستگی به چی دارد؟ به حیات رسول الله. این مال حیات رسول الله است، برای بعد از وفات نیست. خیلی کسانی که از درک و فهم اصلی قرآن و سنت بیخبر هستند از اینجا استدلال میگیرن، میگویند که الان اگر ما مشکلی داشتیم هم بریم بر قبر پیغمبر، از پیغمبر بخواهیم که برای ما مغفرت بطلبد، از خدا بخشش بخواهد. چون که اینجا خدا فرموده جاءو که پیش تو می آمدند و از خدا مغفرت و شما برای اونها مغفرت می خواستید، پیش تو می آمدند. لذا میگه امروز باید پیش پیغمبر بریم. ولی عرض کردم این آیه درباره حیات رسول الله است. بعد از وفات رسول الله جایز نیست کسی بره که به پیغمبر بگه پیغمبرا برای من از خدا مغفرت بخواه، برای من شفاعت کن سر قبرش. این را بگه این درست نیست. چرا؟ اولا که هیچ کسی از امت، از صدر در زمان رسول ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، بقیه خلفای عادل در زمان اونها هرگز این عمل انجام نگرفت. دوم ببینید علما چه گفتند. قبلا ما در مسئله اله عبارت شاه اسحاق را خواندیم روی همین مسئله. حضرت شاه محمد اسحاق می فرماید حق آن است که انکار فقها عام است. عبارتش به فارسی است. از آن که استمداد قبور از انبیا کند یا از قبور غیر ایشان همه جایز نیست. یعنی فقها به صورت عمومی جایز قرار ندادن، چه ما بریم از قبر پیغمبری استمداد کنیم یا از قبر غیر پیغمبری. چنانچه از عبارت دیگر کتب فقها که در این جواب ایراد کرده می شود واضح خواهد گردید. مسائل 40 از شاه محمد اسحاق. پس درست نیست که انسان بره قبر پیغمبر و بگه تو برای من دعا کن. خب بعد از این الله تعالی سوگند یاد می کند که اینها تا زمانی که شما را به عنوان داور، به عنوان حکم، به عنوان فیصله کننده قرار ندهند، تا اون زمان اینها مؤمن نخواهند بود. الله می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به ربت ایمان ندارند. لا یؤمنون فی الاستقبال، در آینده.
تفسیر مهایمی گفته لا ایمان لهم فی الحال، همین الان ایمان ندارند اینها که چی؟ حتی یحکموک فیما شجر بینهم، حتی که تو را ای محمد صلی الله علیه و سلم حکم قرار ندهند، داور قرار ندهند در آن اختلافاتی که بینشان هست. بعد از اینکه تو داوری کردی، ثم لا یجدوا فی انفسهم، سپس نیابند در درونشان حرجا، حرجی، مشکلی، شکی، یعنی بعد از آن بر داوری پیغمبر شک داشته نباشند. حرجا فیما حرجا مما قضیت، از آنچه که شما فیصله میکنید حرجی نیابند. و یسلموا تسلیما، کامل تسلیم بشند هر چی که تو فیصله کردی، بالله اونها یا بعلیه اونها. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم، ببینید اینها چقدر ناسپاسند. دستورات خدا و احکامات قرآن آسانند، اینا عمل نمی کنند. تا دیروز که اینها یهودی بودند دیدند که دستورات تورات چقدر سخته. مثلا در تورات است که گناه کبیره اگر انجام دادی باید کشته بشی. اینا آیا آماده بودن برای کشته شدن؟ توبه کشته شدنت هست. قبلا ما این خواندیم. لذا الله می فرماید که ولو انا كتبنا علیهم، اگر ما می نوشتیم بر آنان که ان اقتلوا انفسکم، خودتان را بکشید، او اخرجوا من دیارکم، یا از شهرتان خانهتان خارج بشوید، ما فعلوه الا قلیل منهم، این کار را انجام نمیده مگر اندکی از آنها. چرا؟ چون ایمان واقعی ندارن. ولو انهم فعلوا ما یوعظون به، الله می فرماید اگر آنها انجام میدادند آن دستوری که به آن وعظ شدند، اگر انجام میدادند لکان خیر لهم و اشد تثبیتا، بهتر بود برای اونها و از نظر تثبیت شدیدتر، قویتر، یعنی از نظر ثبات بهتر. و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، در این هنگام ما به اونها میدادیم از جانب خودمان اجر عظیم. ولهدیناهم صراطا مستقیما، این اجر عظیم در چه صورتی هست؟ در صورتی که اینها شما را حکم قرار میدادند، از دستورات خدا تبعیت میکردند و راهنمایی میکردیم آنها را بر صراط مستقیم. حال بشارت است. این تخویف بود و ترهیب بود برای منافقی که عمل نمی کند. حال میخوانیم درباره مؤمنی که اون مؤمن عامل هست، اون مؤمن مطیع خدا و رسول هست. الله می فرماید و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. پس بعد از منافق نافرمان ذکر مؤمن فرمانبر است. اما درباره این آیات هم شأن نزول گفته شده که اگر شأن نزول را بشنوید بهتر آیه را میفهمید. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق و علاقه مخصوصی به رسول اکرم داشتن. یه روز گفتن یا رسول الله، ما در دنیا نمی خواهیم، کاش از شما اصلا جدا نمی شدیم، نمی خواهیم از شما جدا بشیم. چرا؟ از چی می ترسیم؟ از این می ترسیم که بعد از این که در دنیا از شما جدا شدیم رفتیم به آخرت، در آخرت شما به درجاتی فائق میشید، به درجاتی نائل میگردید در بهشت که ما به اونجا نمی رسیم. ما که به اونجا نرسیم برای همیشه از دیدار شما محرومیم. الله تعالی این آیه را نازل کرد. ببینید که ابن جریر، ابن کثیر گفتن قال اصحاب رسول الله، اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، اصحاب رسول الله یا رسول الله، اصحاب پیامبر گفتن یا رسول الله ما ينبغي لنا ان نفارقك في الدنيا، برای ما خوب نیست که از شما در دنیا جدا بشیم. چرا؟
فإنك لو قدمت رفعت فوقنا، چون که شما وقتی که به آخرت برید به مقام رفیع بالای ما قرار خواهید داشت. فلم نرک، ما تو را نمی بینیم. الله این آیه را نازل کرد. چرا؟ کسانی که اطاعت داشته باشند آنان می بینند. توجه داشته باشید. و من یطع الله و الرسول، کسی که اطاعت از خدا و رسول داشته باشد، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، این افراد همراه کسانی خواهند بود که خدا بر اونها انعام کرده، من النبیین، از انبیاء، و الصدیقین و صدیقین، و الشهداء و شهداء و صالحین. یعنی این معیت اونها را همراه خواهد داشت. و حسن اولئک رفیقا، چی زیباست اینها، زیبا هستند از نظر رفاقت داری که کسی با اینها همراهی بکند. ذلك الفضل من الله، این معیت فضلی هست از جانب الله. کسی که معیت و همراهی انبیاء و شهدا و صالحین را داشته باشد، پس باید به این سمت و سو بریم، به سمت و سوی معیت. و کفا بالله علیما، خداوند کافی هست از نظر این که خداوند علیم و داننده هست. خب حکم اول تا اینجا خوانده شد. حکم اول اینه که ما امانت ها را به اهلش بسپاریم. گفتیم این حکم بیشتر متوجه حاکم است، متوجه سلطان است، از احکام سلطانیه هست. حکم دوم را در اینجا میخوانیم، حکم دوم سلطانیه. حکم دوم سلطانیه این هست که خدا به حاکمان میفرماید شما برای جنگ آمادگی بکنید، هر نوع اسلحه‌ای که شما میتوانید فراهم کنید، مهیا کنید، لشکر قوی از لشکرهای اسلام تشکیل بدهید. بله توجه داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ای مؤمنان بگیرید حذرتان را. حذر به معنی اسلحه، مراد اسلحه است، گرچه حذر به معنی همون آمادگی هست، از دشمن حفاظت کردن هست، یک نوع دفاعی هست. حذرکم ای عدتکم من السلاح، آمادگیتان را از اسلحه. قاله مقاتل و هو المروی عن ابی جعفر رضی الله عنه. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، خذوا حذرکم، آمادگیتان را بگیرید، اسلحه تان را. فانفروا ثبات، بروید به صورت ثبات. ثبات یعنی گروه، جماعت، جماعت های از 3 نفری تا 10 نفری برید به طرف دشمن. او انفروا جمیعا، یا همه با هم برید با دشمن مبارزه بکنید. اما اینجا زجر بر منافقان است که منافق همیشه به وقت جهاد ترسو است، عقب میکشه خودش را. الله تعالی میفرما و ان منکم لمن لیبطئن، بعضی از شما هستند اونهایی که لیبطئن، تأخیر میکنند، دیر میکنند. فان اصابتکم مصیبه، الله میفرماید اگر به شما مصیبتی رسید، قال قد انعم الله. خب اولا که و ان منکم لمن لیبطئن کی هستند؟ باز منافقین مردم را جلوگیری میکردن از این که به رسول الله برسند. الله میفرماید فان اصابتکم مصیبه، اگر به شما مصیبتی برسد در خانه، قال قد انعم الله علی، میگوید همانا خدا بر من انعام کرد، اذ لم اکن معهم شهیدا، وقتی که من با اونها نبودم. یعنی منافقین در جنگ همراه نمیشوند، بعدا اگر شکستی باشه شکرگزار میشن که همراه نبودن. اما ولئن اصابکم فضل من الله، اگر از جانب خدا فضلی به شما برسد، لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینه موده. این جمله معترضه است. لیقولن مقولش بعدا می آید، یا لیتنی است، ولی گویی که بین شما و بین اونها هیچ دوستی نبوده،
اون وقت چی میگویند؟ یا لیتنی کنت معهم، کاش من با مسلمانان بودم در این معرکه که به من غنیمت میرسید. فافوز فوزا عظیما، منم رستگار میشدم رستگاری بزرگ. رستگاری بزرگ یعنی با مال و دولت. کنت معهم بالجهاد، یعنی میگه کاش که تو این جنگ من همراه میشدم، پول زیادی، غنیمت زیادی به من میرسید. الله تعالی در اینجا ترغیب میده به سوی قتال، به سوی جهاد، اما ترغیب برای مخلصین است نه منافقین. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا، باید بجنگد در راه الله کسانی که یشرون الحیاة الدنیا، یشرون یعنی یبیعون، می فروشن زندگی دنیا را به آخرت. در دنیا شاید لذتی نبینند ولی آخرت. و من یقاتل فی سبیل الله، هر کسی که بجنگد در راه الله، فیقتل او یغلب، کشته بشه یا غالب بشه، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، به هر صورت ما اجر عظیم و پاداش زیاد بهش میدهیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، این حکم سلطانی سوم است. خدای عزوجل از بندگانش انتظار دارد که همیشه از مظلومین دفاع بکنند. توجه داشته باشید که این حکم هم متوجه سلاطینه. هر پادشاه مسلمان، هر حاکم مسلمان وظیفه دارد که هر بلادی مظلومانی از مسلمانان بودن از اونها دفاع بکند، بیاری اونها بشتابد، با حکومتشون صحبت بکند و به نوعی اونها را از چنگال کفر در بیارد. اینجا ببینید مستضعفینی در مکه گرفتار بودند. خدا می فرماید چرا نمی جنگید با کفار تا برادرانتون را آزاد کنید؟ بله. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا شما نمی جنگید در راه الله؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، در حالی که مردان مستضعف و زنان مستضعف و بچه ها، من الولدان من الرجال والنساء والولدان، مردان، زنان و بچه های مستضعف همیشه التجا می کنند، همیشه دعا می کنند. چی می گویند؟ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، بار الها ما را بیرون کن از این اهل که قریه، از قریه‌ای که ظالم است اهلش، یعنی از مکه. واجعل لنا من لدنك ولیا، قرار بده برای ما از طرف خودت حامی، کسی که حمایت ما بکند. واجعل لنا من لدنك نصیرا، و قرار بده برای ما از جانب خودت کسی را که امداد کند، ما را کمک کند. ببینید همیشه مستضعفین دعا میکنه. معلوم میشه که هر دعایی که ما بکنیم برای اجابت خدای عزوجل کسی را وادار میکند. مثلا اونها دعای نجات میکنند، خدای تعالی مسلمانان را میگه برید به کمکشون. شاید یکی دعا کند خدای من این مشکل را دارم مالی را، اگر خدا بخواد که مشکلش را حل کند، خدا به دل سرمایداری میده که بره به داد او برسد. پس همه این مشکلات را خداست که حل میکند. الذين آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، الله می فرماید کسانی که ایمان دارند می جنگند در راه الله. اما والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کفار در راه طاغوت می جنگند. فقاتلوا اولیاء الشیطان، کفار اولیاء شیطان هستند و مؤمنان اولیاء الرحمن هستند. ای اولیاء الرحمن بجنگید با اولیاء شیطان و نترسید از خود شیطان. ان کید الشیطان کان ضعیفا، این وعده نصرت الهی هست که شیطان کیدش ضعیف است، شیطان شکست میخورد.
الم تر الى الذين قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. ببینید اینجا اشاره هست به این که خیلی از مسلمانان بعد از این که هجرت کردن به مدینه آمدند شکنجه دیده بودند، اذیت و آزار دیده بودند. از کی؟ از مشرکان، از قریش. لذا اینا تمنا داشتند، تقاضا داشتند همین مسلمانان مخلص که جهاد مشروع بشه، خدا به ما اجازه بده ما انتقام خودمون را از اینها بگیریم. خب الله عزوجل بالاخره اجازه داد. الان که اجازه داد گروهی میترسن، این گروه منافقین هستند. الله میفرماید که شما خواستید اما گروهی نمیروند به جنگ. الم تر الى الذين قیل لهم کفوا ایدیکم. آیا خبر دارید، دیدی کسانی را که به آنها گفته شد کفوا ایدیکم، دست نگه دارید، فعلا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز بخوانید، زکات بدهید، فعلا به احکام خدا عمل کنید. فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم، زمانی که بر آنها نوشته میشه جنگ، در زمان جنگ گروهی از آنان هستند که یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، آنان میترسن از مردم همونطور که از خدا میترسن یا بیشتر. اینها از خدا نمیترسند، از مردم، از مسلمانان میترسند. و قالوا، یا از کفار میترسند. و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، میگویند خدایا چرا برای ما جنگ نوشتی؟ جنگ که کار خوبی نیست. الله میفرماید ها، اونا میگن لولا اخرتنا الى اجل قریب، میگن چرا به ما مهلت ندادی مدت نزدیک؟ الله میفرماید هر چقدر باشید در دنیا متاع دنیا قلیل است. قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى، و آخرت بهتر است برای کسی که از خدا بترسد. ولا تظلمون فتیلا، شما به اندازه فتیل ظلم نمیشید. فتیل اون نخ ضعیفی که در شکم چی هست؟ خسته خرما. ولی شما به جنگ نمیرید، به جهاد نمیرید، فکر میکنید که اگر در خانه باشید نمیمیرید، فقط در جنگ میمیرید. الله میفرماید هر جا باشی موت هست. اینما تکونوا یدرککم الموت، هر جا باشید شما را موت در میابد، در میگیرد. ولو کنتم فی بروج مشیده، گرچه شما در بروج باشید، یعنی قلعه های مستحکم، قلعه مستحکمی باشی، هم مرگ می آید به سراغت. بله. و ان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله، باز هم زجر برای منافقین. اینا همه منافقینی هستند، زجر برای منافقینی که از جهاد میگریختند. الله میفرماید که و ان تصبهم حسنة، اگر حسنه به آنها برسد، اگر نیکی به آنها برسد، یقولوا هذه من عند الله، میگه از طرف خداست. و ان تصبهم سیئة، اگر سیئه آسیبی مصیبتی برسد، یقول هذه من عندك، به پیامبر میگن العیاذ بالله این از طرف تو هست. یعنی به خاطر بی تدبیری شما، به خاطر نقشه خوب نکشیدن شما. الله میفرماید قل کل من عند الله، بگو همه از طرف خدا، هیچی از طرف پیغمبر نیست. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، چی شده این قوم را که نمیفهمند سخن؟ لا یکادون، نزدیک نیست که سخن بفهمند. ما اصابك من حسنة فمن الله، اینجا خطاب رسول الله راست، ولی مراد امت، مراد مسلمانان، مراد منافقینند.
هر چی که بهت برسد از حسنه از طرف خداست، نیکی، خوبی، فتحی، ظفری. اما وما اصابك من سیئة فمن نفسك، سیئه اگر بهت برسد از طرف خودت هست، از طرف نفست هست. و ارسلناک للناس رسولا، ای پیامبر ما تو را به عنوان رسول فرستادیم. و کفا بالله شهیدا، الله کافی هست از نظر گواه که الله گواه شماست. بله، من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. الله می فرماید هر کسی که اطاعت کند از رسول الله همانا او اطاعت کرده از الله. و من تولا، هر کسی که پشت بدهد اشکالی نداره. فما ارسلناک علیهم حفیظا، ما شما را بر اونها نگهبان و مختار کل نفرستادیم. و یقولون الطاعه، باز هم الله تعالی زجر بیان می فرماید و توبیخ بیان می فرماید بر منافقین. منافقین به ظاهر به پیغمبر می گفتن طاعه، یعنی ما کاملا از شما اطاعت می کنیم، ما در بس در اختیار شما هستیم. اما وقتی که بلند می شدن از محضر پیغمبر با دیگران جلسه داشتند، با دیگران عقد می بستند و عهد می بستند بر وفاداری. فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، هرگاه برزوا ظاهر می شدن نزد شما، برزوا یعنی خرجوا، خارج می شدن از کنار شما. بیت طائفة، شب می گذرانید گروهی از آنها، غیر الذی تقول، غیر از آنچه که شما می گفتید، اونا چیز دیگه می گویند. والله یکتب ما یبیتون، خداوند می نویسد همه چیز اونها را. فاعرض عنهم، هم می نویسد ما یبیتون، آنچه که شب می گذرانند، یعنی بر اون مطالبی که اونها شب نشینی می کنند، اون مسائلی که در شب بر اون مشوره می کنند، همه را الله ثبت می کند. فاعرض عنهم، شما از اونها اعراض کن. و توکل علی الله، بر خدا توکل کن، بر خدا اعتماد کن. و کفا بالله وکیلا، الله کافی هست از نظر اینکه کارساز شماست. افلا یتدبرون القرآن، در اینجا خداوند دعوت به تدبر به قرآن میده. ببین تدبر در قرآن انسان را هدایت میکند. الله میفرماید ببین فکر کن، ولو کان من عند غیر الله، اگر این قرآن از طرف غیر خدا بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، میدیدی در آن اختلاف زیاد. منظور اختلاف زیاد چیه؟ یکی اینه که بین مطالب قرآن فیما بین هم اختلاف میدیدید. دوم اینه که بین مطالب قرآن و نفس الامر اختلاف میدیدید. مثلا قرآن مجید از گذشته خبر میده، در نفس الامر در واقع همون طوره، هرچه قرآن گفته درسته. در آینده پیشگویی میکند. پیشگویی قرآن و واقعیت امر چی هست؟ و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. یکی دیگر از مرضهای یهودی منافقین این بود که هرگاه در جنگها، در جبهه‌های جنگ بر علیه کفار اگر خبری میشد، مثلا شکستی، هزیمتی، فوراً پخش میکردند. ببینید جنگ از خودش یک شرایطی دارد، نباید مسائل جنگی را، مسائل جبهه را همه را بین مردم پخش بکنن. اون وقت بعضی روحیات ضعیف میشه.
بین مجاهدین نباید پخش بشه. هر خبری که از جنگ هست باید یک سری افرادی که عاقل باشن، مدیر باشن، مدبر باشن، اینا بشینند ببینند که شایع کردن این خبر صلاح است به نفع یا به ضرره، اون وقت اخبار را شایع بکنند یا نکنند. اما این منافقین هرچی میشنیدند فوراً افشا میکردند. الله تعالی توبیخ بیان فرمود که اگر میبردند همین اخبار خودشون را به صحابه میدادند تا اونها هرچی مصلحت بدانند. الله میفرماید که و اذا جاءهم امر من الامن، هرگاه بیاید پیش اینها خبری یا امری از امن، امن منظور غلبه مسلمانان است، او الخوف یا خوف مغلوبیت مسلمانان، اذاعوا به، اذاعوا اذاعه می کردند، منتشر می کردند آن را، ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم، اگر برمی گرداندند همون خبر را به پیغمبر، به اولی الامر، کسانی که از امور آگاه هستند، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، میدانست کسانی که استنباط میکنه از آنها، یعنی اهل اجتهاد، اهل درک، اهل خرد میدانستن چی کار بکنن. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، الله میفرماید اگر فضل خدا و رحمت خدا بر شما نبود، یعنی محمد و قرآن فضل و رحمت است، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، در اون وقت شما از شیطان تبعیت میکردید مگر گروه اندکی از شما. فقاتل فی سبیل الله. خب حکم سوم درباره جهاد بود، الان همون حکم را الله تأکید میکند بعد از زجر بر منافقین و یهود و پاسخهای اونها. الله میفرماید فقاتل فی سبیل الله، بجنگ در راه الله، لا تکلف الا نفسک، یعنی شما مکلف نیستید مگر مکلف خودت هستی. بقیه مؤمنین چی؟ و حرض المؤمنین، بقیه مؤمنین را تحریک کن، تشویق کن. عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا، الله می فرماید که امید هست که خدای عزوجل باز بدارد، بأس به معنی جنگ هست ولی اینجا همون ضرر جنگ مراد است. کسانی که کفر کردند، والله اشد بأسا، خداوند از نظر جنگ، از نظر مؤاخذه کفار شدیدتر است، یعنی بهتر مؤاخذه می کند. و اشد تنکیلا، و سختتر است، شدیدتر است از نظر عبرت دادن، از نظر عذاب دادن. تنکیل تعذیب. من یشفع شفاعتا حسنتا، ببینی خداوند فرمود و حرض المؤمنین، مؤمنان را تحریک کن، مؤمنان را تشویق کن. حال به ما مؤمنان خدا می فرماید که شما اگر سفارش خوبی داشته باشید، سفارش خوب چیه؟ همینی که 4 نفر را برای جهاد آماده کن، 4 نفر را برای تبلیغ آماده کن، دعوت الی الله. الله می فرماید من یشفع شفاعتا حسنتا، کسی شفاعت حسنه داشته باشد، یکن له نصیب منها، خودش هم از او نصیبی دارد. اون کسی که عمل می کند اجرش به این هم میرسد. و من یشفع شفاعت، اما کسی که شفاعت بکند شفاعت سیئه، یعنی به کسی بگه جنگ نرو، تبلیغ نرو، مسجد نرو، خب این شفاعت سیئه است. یکن له کفل منها، اینم باری داره از اون شفاعت، سفارش میاد یکن له کفل، باری داره به این معنی که گناهی، یکی گناه گمراهی خودش، یکی گناه اضلال، مردم را گمراه کرد، میگه نروید شما به جنگ. و کان الله علی کل شیء مقیتا، الله تعالی بر هر چیز مقیت است. مقیت به معنی قادر، مقتدر،
همه چیز به دست الله است. لذا اکنون به پیغمبر دستور داده میشه، دستور آداب، که وقتی این مجاهدین، این کسانی که تازه میخواند به جهاد بیاند، وقتی که پیش شما میاند و سلام میگویند، شما با استقبال کن از اونها، سلامی بهتر از سلام اونها، جوابی بهتر از سلام اونها برایشون داشته باش. و اذا حییتم بتحیت، هرگاه سلام گفته میشوید شما به تحیت سلامی، فحیوا باحسن منها او ردوها، و سلام بگویید بهتر از آن، یا اینکه او ردوها، یا اینکه همان سلام را برگردانید. بهتر از این که کلمات دعایی را بیشتر بکن. او میگه السلام علیکم، شما بگو علیکم السلام و رحمت الله. اون که رحمت الله میگه شما و برکاتو بگو الی آخره. پس بهتر او ردوها، یا خود سلام را از او کمتر نکن. و کان الله، ان الله کان علی کل شیء حسیبا. خداوند بر هر چیز حسابرس و حسابگیر هست. لذا حساب همه چیز، همه شما را الله تعالی دستور داده که ثبت بکنند و بنویسند. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه. این مدعای سوره هست. الله میفرماید الله اون ذاتی است که هیچ معبودی نیست. ببینید بعد از این امور سلطانیه که 3 تا خواندین تا به حال، گفتیم گاهی در لابلا اینها مبحث توحید هم میاد. این همون مبحث توحید. الله میفرماید الله ذاتی است که هیچ معبود به جز او نیست. لیجمعنکم الی یوم القیامه، این تخویف اخروی هست. حتما شما را جمع میکنه به سوی روز قیامت، ای فی یوم القیامه. جلالین گفته الی بمعنی فی هست. در روز قیامت شما را جمع میکند، اون قیامتی که لا ریب فی، هیچ شکی در اون قیامت نیست. و من اصدق من الله حدیثا، این که خدا گفت اعتماد کن، چون که چه کسی هست از خدای عزوجل از نظر سخن گفتن. لذا بهترین سخن گوینده خود خدای عزوجل است. صدق الله العظیم.